آمدید پیشوای معظم ملت. نوروزتان مبارک. امروز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهات به نام حیدر عثمانوی ناحیه باباجان غفوروی ولایت سوخت بیمارخانه ناحیوی رقم 3 را با 120 کت مورد استفاده قرار دادند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با شرایط زمانوی بیمارخانه که از 4 شعبه و بخش‌های یاری رسان عبارت میباشد شناس شده به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند دادند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای اجرای وظیفه‌های پرمسئول در سمت انجام خدمت‌رسانی‌های سطح بلند طبی به اهالی، پیشگیری و معالجه سریوقتی نمودهای گوناگون بیماری‌ها به مسئولان و متخصصان صحت دستور و هدایت‌ها دادند. تاکید نمودند که سالمی جامعه در محور اساسی سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد و محض با همین مقصد در مملکت اقدام‌های سازنده در این سمت عملی کرده می‌شوند تا مردم از خدمت‌رسانی سطح بلند طبی بهره‌ور شوند. کارهای ساختمانی در بیمارخانه مذکور سال 2017 آغاز گردیده برای انجام با صفت کارها کارگران متخصصان محلی جلب گردیدند. بینای بیمارخانه در مساحت عمومی 2 هکتار با طرح زیبا و زمانوی ساخته شده از 3 آشیانه، تختخانه، شعبه، بخش‌های معاینه و طبابتی عبارت میباشد. در تختخانه بیمارخانه تجهیزات و دستگاه‌های معاصر رنتگنی، آزمایشگاه و بی‌ضررگردانی مجهز گردانیده شده برای شستشوی سر و لباس، دستگاه‌ها دسترس و برای جابجاگذاری اسباب‌های خوجگیداری نیز شرایط خوب مهیا گردیده است. باعث خرسندی است که با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت ما در چنین بیمارخانه معاصر کار و فعالیت میکنیم. در بیمارخانه 4 شعبه فعالیت میکند. شعبه امراض درونی برای 40 کت که 15 کت آن شعبه بیماری عصب میباشد. شعبه نوتاسیسی کودکانه برای 20 کت، شعبه نوتاسیسی جراحی کلانسالان برای 20 کت تشکیل کرده شده است. بغیر از آن در بیمارخانه بخش‌های تشخیصی و مصلحت دهی، بخش گیاه درمانی، بخش عافیت و حجره‌های یاررسان فعالیت می‌کند. اینچنین بیمارخانه با تجهیزات‌های معاصر به مانند ثبت برق معاینه سر، ثبت برق دل، تشخیص اولتراسادا، فیبروگاستروسکوپ جهازانیده شده است. برای تشخیص و معاین نمودن بیماری‌ها، انجام با موفقیت جراحی و دقیق معاین کردن کار سیستم دل و رگ‌ها، عضوهای هاضمه، پیشابرو، معاینه و طبابت بیماری‌های کودکانه، عصب و دیگر نمود بیماری‌ها، 81 نامگوی تجهیزات و دستگاه معاصر بلندصفت طبی به مبلغ بیش از 1 میلیون سومانی استحصال جمهوری مردمی چین، آلمان و ژاپنیا وارد شده برای استفاده و در خدمت نیازمندان قرار دادن آنها 30 نفر متخصص ورزیده طبی درجه عالی و میانه جلب کرده شدند. پیشتر اسباب‌هایی که بودند به مثل حاضر منمی اسباب‌ها من چخیلی که می‌بینید همش اتوماتیزی رو میگن، اتوماتیک کردگی. همین خیلی پیشتر همش دستگاه به طور دستی کار می‌فرمودیم و البته جراحی‌ها بسیار مشکل می‌گذاشتند. من مثال عادی گیریم یک جراحی کلانی که کلان حجمی که ما حاضر کرده می‌گذاریم می‌گوییم که با کوکیش کم پیشتر می یک جراحی اگر 2-3 ساعت دوام دهد این زمان ما همین جراحی ها با واسطه تکنیکی حاضر زمان در مدت کوتاه و بسیار با صفت کلان پیشتر میگیم با یک بوریش درازی که هست با در آینده هر خیلی خدشه های گوناگون در جای بوریش پیدا می شدند. این زمان باشد با یک 2-3 بوریشی 1-2 سانتی متر ما می توانیم با واسطه تجهیزات اندوسکوپی بسیار جراحی گوناگون را در کوکیش کم گذرانیم و در آینده نسبتی برقرار گشتن سلامتی منبعدی بیماران به نهایت اهمیت کلان دارد. از شرایط معاصر خدمت‌رسانی‌های طبی بیمارخانه ناحیوی رقم 3 قریب 42000 نفر اهالی دهات مذکور استفاده می‌برند. با بنیاد بیمارخانه 32 نفر با جای کار و معاش خوب تامین شده. طبیبان و متخصصان ساحه امکان دارند که در شرایط مساعد کاری تمام نمود بیماری‌ها را با استفاده از دستگاه و تجهیزات زمانوی معاین و سریع وقت معالجه نمایند.
ما امروز جشن نوروز را با یک شادمانی پیشواز گرفته ایستادیم، چون که در این روزهای عید بیمارخانه خوشساخت زمانوی به ما از طرف پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تقدیم کرده شد. 20 کتی کودکانه در بیمارخانه گشاده شد با همه لوازمات های لازمه، با همه شرایط های نوترین. در آینده باز کوشش به خرج می دهیم که باز هم خوبتر و بهتر کار و فعالیت کنیم، به مردم دیهاتمان، به کودکان تاجیکستان که آینده تاجیکستانی ماند خدمت خود را رسانیم. بخش گیاهدرمانی، حجره‌های یاریرسان، قبول بیماران، تشخیص و مصلحت‌دهی، حجره ختنک، شعبه‌های فیزیوتراپیوتی و کت‌های جراحی در آشیانه یکم بیمارخانه جایگیر بوده. در آنها متخصصان درجه عالی ساحه به اهالی خدمت می‌رسانند. بسیار خرسندآور است که وقت‌های آخر از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان و علالخصوص از طرف سروری دولت نسبت گیاهدرمانی که یکی از قدم‌های اولین و خیلی مهم معالجه بیماران به حساب می رود، اهمیت خیلی کلان شده ایستاده. تاجیکستان ما از جهت طبیعی نسبت ذخیره گیاه‌های شفابخش خیلی بای می باشد. ما استفاده ثمرناک این سمت را به راه ماندیم. در آشیانه دوم و سوم بینای نوی معالجوی غیر از شعبه‌های بیماری‌های درونی همزمان شعبه نوی جراحی کلانسالان و شعبه بیماری‌های کودکانه در یک جایگی برای 40 کت، شعبه برای معالجه بیماری عصب و شعبه بیماری‌های درونی با 40 کت دیگر تأسیس داده شدند که با استفاده از دستگاه و تجهیزات زمانوی و جلب متخصصان ساحه امکان است که تمام نمود جراحی کلانسالان و کودکان تبابت بیماری‌های درونی و عصب سری وقت و به نقصان گذراننده شوند. در بخش عافیت برای طبابت ورزشی، کشش ستون مهره، محض و دیگر نمود بیماری‌های مردانه و زنانه شرایط مهیا کرده شده است. در صحن و شفت بیمارخانه در مساحت 1.3 گکتار قریب 150 عدد درختان آرایشی و گل‌های زیبای بهاری شنانیده شده است که منظره زیبای نزد بیمارخانه و هوای فارم و گل‌های رنگارنگش طبع انسان را بالیده می‌سازد. همزمان در دایره کارهای آبادانی اطراف و صحن این مؤسسه تندرستی پورا سفالک‌پوش گردیده، ایوانچه و نشستگاه و چراغک‌های رنگارنگی روشنی دهنده نصب گردیدند که برای سیر و گشت شبانه روزی بیماران و طبیبان بسا جای موافق و دلکش است. همه نمود مبل از جمله میز و کرسی، کت‌های رخت خواب و دیگر نمود تجهیزات و مصالح ساختمانی در بیمارخانه استحصال وطنی میباشند. ساکنان از بنیاد چنین بیمارخانه زمانوی دارای امکانیت زیاد خدمت رسانی خوشحال گردیدند. ثمره این همه پیشروی‌ها را در مملکت از تنجی و آرامی وطن و توجه به واسطه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان نسبت به سالمی جامعه و رشد دهات ارزیابی میکنند، زیرا قبلا از سبب نبودن شرایط مناسب تجهیزات و دستگاه‌های معاصر جراحی و معاین‌سازی دیگر نمود بیماری‌ها متخصصان و ساکنان با مشکلات زیاد روبرو می‌شدند. بنیاد بیمارخانه و تأمین تمام دستگاه و تجهیزات زمانوی کمبودی موجوده را برطرف نمود.